سایتی که امروز قرار خدمتتون معرفی بکنم سایتیه که در تصویر دارید ملاحظهش میکنید. لینک سایت در داخل دیسکریپشن قرار داده شده که میتونید رو لینک کلیک بکنید و وارد سایت بشید. در داخل این سایت شما قراره که در داخل دو تا شبکه اجتماعی اینستاگرام و ویکی فعالیت بکنید و کسب درآمد بکنید. حالا فالو میکنید، لایک میکنید و از اینجور کارها و به راحتی کسب درآمد میکنید. برای ثبت نام کردن در داخل این سایت شما در همون ابتدای صفحه ببینید دو تا گزینه ادورتایز و ارمانی رو ملاحظه میکنید. اگر رو گزینه ارمانی کلیک بکنید مستقیما هدایت میشید به این قسمت و اینجا رو گزینه استارت ارنینگ باید کلیک بکنید. توی این قسمت از ما میخواد تا با وارد کردن یوزرنیم و پسوردمون وارد حسابمون بشیم، اما چون ثبت نامی هنوز انجام نشده شما باید رو گزینه ساین اپ که اینجا میبینید کلیک بکنید. در قسمت ساین اپ یا ثبت نام اون اطلاعاتی که از شما میخواد رو واردش بکنید. یوزرنیم، ایمیل، پسورد و تکرارش رو وارد میکنید، کپچا رو حل میکنید و در نهایت کار رو گزینه کریت اکانت کلیک میکنید. بعد از اینکه ثبت نامتون انجام دادید باید ایمیلتون رو تاییدش بکنید که برای این کار به شما یک ایمیلی میزنن. در داخل اون ایمیل یک گزینه وجود داره تحت عنوان کانفیرم یور ایمیل، روی این گزینه کلیک میکنید و ایمیلتون به راحتی تایید میشه. وارد داشبورد حساب خودمون در داخل این سایت شدیم. همونطور که به شما در ابتدا ویدیو گفتم $0.5 بونوس ثبت نامی داره که قبلا به بالانس من این مقدار افزوده شده. میریم سراغ قسمت های مختلف سایت. اولین قسمتی که میخوام براتون توضیح بدم قسمت ارمانی سایت هست. همونطور که میبینید به 3 متد شما میتونید کسب درآمد بکنید. متد اولی که داره متد اتوماتیکش هست که اگر من رو گزینه سوشال اکتیویتی کلیک بکنم وارد این قسمت میشیم. در قسمت سوشال اکتیویتی شما میتونید به صورت کاملا خودکار کسب درآمد بکنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و ویکی این اتفاق صورت میگیره. در این قسمت همونطور که میبینید از شما میخواد تا یوزرنیم و پسورد اون اکانتتون اینجا قرار بدید. به هیچ عنوان اکانت اصلی خودتون اینجا قرارش ندید. حتما از یک اکانت جدید استفاده بکنید. یک اکانت جدید بسازید، یوزرنیمش رو در این قسمت و پسوردش رو در این قسمت قرار بدید و رو گزینه سابمیت کلیک بکنید. به این نکته هم دقت بکنید و اکانتی که شما میاد و به صورت جدید میسازید حتما کامل باشه، یعنی پروفایل داشته باشه، بیو داشته باشه، اسم داشته باشه و حداقل چند تا پستی در داخلش قرار بدید. همونطور که در این قسمت هم میبینید من قبلا یک اکانت اینستاگرام رو واردش کردم و تا به اینجای کار 16 تا اکشن و فعالیت از این اکانت اینستاگرام ربات برای من انجام داده و هنوزم در حال ورکینگ هستش. اگر خواستید اکانتی رو حذف بکنید کافیه رو گزینه ریموو کلیک بکنید و اون اکانت از دسترسی ربات خارج میشه. همه این توضیحات برای قسمت ویکی هم صدق میکنه و شما میتونید اکانت ویکی بسازید و به سایت معرفیش بکنید و از اون طریق هم کسب درآمد داشته باشید. قسمت دومی که برای کسب درآمد وجود داره شما میتونید به صورت دستی مثل سایت های گتلاگ ازش کسب درآمد بکنید. در این قسمت همونطور که میبینید نوشته شده کامپین لیست که من روش کلیک میکنم. در قسمت دستی سایت شما میتونید از 3 طریق کسب درآمد بکنید: با فالو کردن پیج های اینستاگرام، لایک کردن پست ها یا فالو کردن پیج هایی در ویکی. همونطور که میبینید یک لیستی از پیج های اینستاگرام وجود داره که من باید اینها رو بیام و فالو بکنم. مبلغ مشخص شده و کافیه شما رو گزینه اکزیکیوت کلیک بکنید. بعد از اینکه رو گزینه اکزیکیوت کلیک کردید این پیغام ظاهر میشه و از شما میخواد تا وارد اینستاگرام بشید. اینستاگرام به این صورت براتون بالا میاد و کافیه رو گزینه فالو کلیک بکنید و دوباره به سایت اصلی برگردید. بعد از اینکه به سایت برگشتیم کافیه شما رو گزینه سکسید کلیک بکنید و مبلغ به حسابتون افزوده خواهد شد. به این نکته خیلی مهم هم دقت بکنید. وقتی شما رو گزینه سبز رنگ تایید کلیک کردید ممکنه یک چند ثانیه طول بکشه و بعد نتیجه ظاهر بشه. قسمت بعدی که شما میتونید از این سایت کسب درآمد بکنید قسمت افیلیت پروگرام هست. از طریق قسمت افیلیت پروگرام شما میتونید لینک رفرالتون رو کپی بکنید، بین دوستاتون به اشتراکش بذارید و بعد از اینکه دوستاتون اومدن ثبت نام کردن و فعالیت کردن در داخل سایت 1% از درآمد اونها به عنوان بونوس و پاداش از طرف این سایت به شما تعلق میگیره. خب نوبتی هم باشه نوبت برداشت از سایت. برای برداشت کافیه شما رو گزینه مای بالانس کلیک بکنید و اینجا رو گزینه ویدرا فاند کلیک بکنید. متدهای برداشتی که این سایت پشتیبانی میکنه حساب پایر و پرفکت مانی هستش و مینیمم حالت برداشتی هم $10 که وقتی به این مینیمم رسیدید با یکی از اون 2 تا متد بالا میتونید برداشتیتون رو ثبت بکنید.
ممنون، متشکرم از اینکه ما رو تا پایان ویدیو همراهی کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما رو گزینه لایک کلیک بکنید و اگر هنوز در کانال ما عضو نشدید میتونید با زدن کلید سابسکرایب این کارو انجام بدید و اون زنگوله بغلیش هم اگر بزنید محض اینکه ویدیو جدیدی بذاریم ازش مطلع میشید. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.